اوکی دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم. توکل به خدا دیگه، هر چی که خیر است. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم بخیر دیگه. دوستای عزیز دیگه تصمیم گرفتم که از شهر ارزنا بلده یک دو هفته شد، 3 هفته شد دیم بیرون از دست کشمکش و جنجال و این طرفا به که خسته شدیم چندیش دیگه. این هم هوام که کسایی که در خود ارزنا زندگی نمیفهمه هوا چقدر گرمه اینجا دیگه. از این پیش سال یک دفعه در تابستان ما رفتیم افغانستان یا یگان جای دیگه، اما امسال فرصت نشد بریم دیگه. تصمیم گرفتم از شهر ارزنا بتونیم بریم بیرون دیگه. امیالم راییم سن طرفی لاس وگاس دیگه، بخیر موریم تا واشنگتن و سیاتل و ورجینیا اونجا اگه شد هم موریم دیگه. در هر استیدی که برم جاهای خوب و دیدنی را ویدیو میگیرم و ریکوردم باز در یوتیوب میلوم. دوستایی که شوقمند بود و علاقه داشت میتونه از ویدیوهای از ما لذت ببره و دوستای عزیز امور هم که در ویدیو میگینین ترافیک خیلی سنگین بود، تازه از ترافیک بردیم دیگه. امیدواریم خود در لیک برسونیم. یک دونه لیک هست مابین اریزونا و خود لاس وگاس. اگر منجی پیرز گرمی باره خود برسونیم که عالی میشه که اگر بازی خوب سعی کنیم که اریزونا که خیلی گرمه. آب هوای اونجا خبر ندارم چی رقمه، شاید زیاد فرق نداشته اما هرچی باشه هوا خوبتره دیگه. ببینیم که چه رقم میشه. با امید خدا شاید پیرز گرمی باره خود برسونیم دیگه. دوستای عزیز ما در وسط راه تقریبا 1-2 ساعت دیگه من در تالیگ برسیم. یک تیل میل زدیم، یک دیگه کم خوراکی بگیریم، یک گیتان گوشناش ده یکان چیز بگیره ولده خود دیگه. بنده خدا اینجا تیل چقدر گرونه، اینجا $6 ارزونا ما $2 چند سنت دادم، اینجا $6 چند سنت واقعا که گران دیگه. این خوراکی ها هم گرفتیم فهمیدی. بریم بخیر دوباره. نه یعنی خب دیگه دوستای عزیز امور هم که میگنی تانوز نرسیدیم. امیدوار بودم پیش گرمی باره برسیم، نشد دیگه. تانوز هم 46 دقیقه دیگه من در تالیک برسیم. چی بگیم از خاطر اینجا دفتر رو دیگه رئیس و خموچم که داره دیگه. حالا ناوقت شد مجبوریم شاوی تیر کنیم. باز بخیر صبح باز بلدش ویدیو میگیریم و باز ماریم طرف لاس وگاس. دوستای عزیز گاه نمادیم فهمیدی، حالا همدیم خیلی ناوقتی شاوه دیگه. کسته اونجا ما سعی چگم نکردم اینجا کسته سرکش خامه تقریبا 20 دقیقه فقط سرک های خامه. خبر نیم کس هم هستن نیه دیگه. دشت خدای خیلی وحشتناک هم معلوم بشه دیگه. خدا خیر کنه، پناه به خدا دیگه. هر چی که قسمت بود. امور کم که میگیرنین دیگه سرکایشی از وضعیت سرکایش از سرکای افغانستان هم بدتره بعض جاهایشی دیگه. موم دیگه کسته اکسپریانس نداشتیم که در رودای آفرود کسته مختار بتوانیم دیگه ببینیم که چی میشه آخر عاقبت چی دیگه. تقریبا 10 دقیقه دیگه مانده تا خودی چیز رو برسیم، تا خودی لگره دیگه. همینجا سوت کور همین تاریک داشت خدا هیچ کس نیست ما بین کوان دیگه. بعضی نفرها که هست دل جنمال گود نشه با مگه ما 2-3 کیلو کم گفتم فکر کنم تا صبح دیگه 4-5 کیلو کم منگیره هم باشه دیگه. ببینیم دیگه چی میشه. اگرچند که ما مجهز هم دیم ترسی از چیزی نداریم. اولا میگه که خدای بعدش دیگه ما خود جای ما مجهزیم دیگه. بینگیریم پناه به خدا. اوکی دیگه دوستای عزیز یک دونه خرگوش خوبه. رسیدیم دیگه تقریبا در مقصد جای. باز خوبه که موتور هستن، نفر هستن. فکر کردیم که اصلا هیچ کس نیه، اصلا 1-2-3 نفر شور مخره دیگه.
گرمه. خب صبح بخیر دوستای عزیز، دیگه صبح شده 4 بجه صبح تقریبا. دیگه در این لیک آمدیم، یک دو سه نفر بود پیش از ما، دیگه بعد از اونا هم که خیلی زود رفتن دیگه یک موی خلاص. چی یک صبح خوبه، هوایش حرف نداره، هوای عالی، صاف سوتره تر تمیز، یک جایه بخدا. شب قدر جالب معلوم نمیشد، اما یه حالی که میگیرم دیگه واقعا حرف نداره جایشی. دیگه ما صبحانه رو بخیر تیار کردیم، صبحانه رو دیم بخیر کش میدیم دیگه. خاطر بتاعت مشروعي وقعدت 4x4 عشان نجيب المشروع دي نمت. چه عجب سرکاییه دیگه.
از این طرف هایش اصلا معلوم نمیشه کتا کتا کنجوی داره. حالا اگه نه از نسپرا چرخ مخالم پس ما رفتم یه حالی وجود نمیشه. چه خطرناک راه بوده به خدایی. Red Rock Canyon. یعنی میکش خیلی خوب چه دیگه باش باری مندم شاخ شی چطور اگر شد خیلی هوا گرمه تقریبا مثل اریزونا هم دیگه اریزونا 10 یا 15 درجه فرق داره اما تقریبا نمیقدره دیگه ساعت 8:30 بگی صبح درجه هوا 100 درجه اینجا خیلی گرمه. چه خوشگل سنگ اینجا یا تا جایی که ما فهمیدم از او که گرد شدیم دمی خودی لاس وگاس اریزونا خیلی خوشگل‌تر از لاس وگاس خیلی زیادتر. لاس وگاس چیزی خاصی نداره تا مثل اریزونا خشک اریزونا لازم کم خوبتر پراختر و کلانتر معلوم میشه. لاس وگاس کم ریزه تره معلوم میشه خبر نیم ریزه یا نه اما دیگه از مثل اریزونا خشکه فقط کوههای کتا داره یک چیز خاصی روش ننی فقط خوبیاش در نظر این سنگای کتا کتیشه واقعا سنگایش خیلی خوشگله کوههای یک انمی جایش خوب سرسبزه همه حالافای خوب داره چیره هم آقا میدیه چیره هم همچین حالافای ما در لاس وگاس روش نکرده بودم خیلی زیاده خیلی بلنده و احتمالی خیلی زیاده که مارم داره خیلی هم زیاد یعنی می جایش فقط وقتی هوا خوب باشه عجب میچسبه که یک کمپالو
فشک باید اوار کنی فقط قرار گرده هم بشی با رفقا و دوستا یک پرده. این جایش خیلی خوشگله، سرسبز قشنگ. اما زمانی که هوا خوب باشه یا که هوا خیلی گرم هستن ارزش نداره. مثلا در جنوری فبروری هوایش عالیه دیگه. که چه بالا فایه. آلاف فقط تا کمره، فقط از خاطر مار داخلش رفتن نمیشه. یک دفعه ما رفتی چک میکردی که واقعا چقدر هسته. اوه ببین چقدر نفرها رفته اونجا شاخ کششته. معلوم میشه که نمیشه خبر نیم. داد روشنگی عینک زدم خودم صحیح نمیگن، اما فکر کنم اونجا ها نمیجن کلگی 600 دم خواستن، خیلی هم زیادن. اوه چیه کویه. باش ما بریم میتونیم تا دم آخر شده یا نه؟ خیلی هم گرم است دیگه، بینگریم چی میشه. مشکل پوشت از اون کوبه فقط از خاطری که هوا گرمه دیگه که ما خیلی ناوقت آمدیم برای فعلا منصرف میشیم چون خیلی هوا گرمه دیگه. ناوقت شده تا باری بایی روز شاو میشه. یکی دیگه در موند که جوس انرژی نمونه مای شاو میشه. دیگه بلده هایکینگ واقعا خیلی جای عالیه که آدم سر صبح وقت باید پشت از او کوک هسته. جاهای خیلی خوب دیدنی هم هسته که آدم صبح وقت باید تا کنه. جانی عاشق کرفتم نداره ای آشوخی خورد و خمیر مکنه ای آشوخی خورد و خمیر مکنه آنمی نقشه غریب و متعب